الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من سمي في السماء وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وعشيرته إلى الأبد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه و تعالی را بخاطر همه نعمتهای خوب و مفیدش سپاس گذارم و از الله سبحانه و تعالی توفیق شکر عملی را خواهان هستیم که به همه من و شما توفیق شکر عملی را نصیب بکند. توفیق شکر عملی این است که یک انسان مسلمان به خاطر تقویت ایمانش از ثانیه ها و دقیقه های عمرش استفاده بکند. هدف از خلقت آسمان و زمین، هدف از بعثت پیامبران الهی و هدف از نزول قرآن کریمی است که انسانها الله را درست بشناسند و الله را درست عبادت بکند. زمانی که یک انسان مسلمان الله را درست شناخت و الله را درست عبادت کرد، این انسان همون انسانی میشه در زمین که شایستگی و لیاقتی را پیدا میکنه که مسئولیت زمین به دوش ازی گذاشته شود و رهبری و کنترل دنیا را به عهده بگیرد. اما این زمانی ممکن است که یک انسان شناخت دقیق و درستی از الله سبحانه و تعالی داشته باشد، الله را درست بشناسد. زمانی که انسان الله را درست شناخت و مسئولیت خودش را درست ادا کرد و مصداق این آیه قرآن کریم شد که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. میگه شخص از حسن بصری رحمه الله سوال کرد که آیا تو مؤمن هستی؟ این نکته هر انسان مسلمان باید خیلی متوجه باشد. اگر این سوال کسی از من و شما پرسان بکند، از حسن بصری رحمه الله سوال میکنه، میگه آیا تو مؤمن هستی یا نیستی؟ در جواب برش میگه اگر منظورتی است که آیا تو به الله و به ملائکه و به کتابهای آسمانی و به اون چیزهایی که ایمان فرض است ایمان داری یا نداری؟ بله الحمدلله من مؤمن هستم. میگه اگر منظورتی است که به هر آن چیزی که ایمان آوردن فرض است آیا تو به اونا ایمان داری، منظورت اگری است؟ بله من الحمدلله مؤمن هستم. من به الله ایمان دارم، به ملائکه ایمان دارم، به کتابهای آسمانی ایمان دارم، به اندازه خیر و شر که از جانب الله هست ایمان دارم، به قیامت ایمان دارم، به قبر ایمان دارم، به جنت و دوزخ ایمان دارم.
یعنی به هر آن چیزی که ایمان آوردن به او فرض است. بله میگه الحمدلله من مؤمن هستم، اما میگه اگر منظورتی است نظر به این آیه قرآن کریم که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، قسم بالله است میگه من میترسم، من میترسم که آیا من مؤمن هستم یا نیستم. نظر به این آیت وقتی آدم میبینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید از نشانه های ایمان در وجود انسانی است وقتی که یاد الله برده میشه وجلت قلوبهم، دلهاشون به ترس میفتد. قسم بالله است وقتی آیت آدم در وجود خودش بررسی میکنه ما هم سر خودم مشکوک میشیم. آیا ایمان ما در او حدی هست که وقتی یاد الله برده میشد، وقتی نام الله برده میشد قلبهای ما به ترس و به لرزه بیفتد؟ انسان مجبور و مکلف است یک نگاهی به قلب خودش و یک نگاهی به خودش بندازد، یک نگاهی به اعمال خودش و یک نگاهی به عقیده و باور خودش و یک نگاهی به گذراندن 24 ساعتی از زندگیش نگاه بکند و ببیند که آیا ما مؤمن هستیم یا نیستیم. پس وقت انسان این آیه را متوجه میشد، پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید الا ان فی الجسد لمضغه، در وجود شما میگه یک پارچه گوشت است، اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. در وجود شما میگه یک پارچه گوشتی هست، اگر این پارچه گوشت اصلاح شد وجود تو اصلاح میشد، اگر این پارچه گوشت فاسد شد وجود تو فاسد میشد، الا وهي القلب، و او قلبت است. آیا یک نگاهی به قلبت کردی مسلمان؟ آیا متوجه قلبت هستی که در قلب تو چه چیزی جایگاه خودش دارد؟ این قلب انسان به یک بارگی سیاه و کبود نمیشد، به یک بارگی تیره و کدر نمیشد، بلکه هر گناهی را که یک انسان انجام میدهد یک لکه سیاه و یک تاریکی و یک خال سیاه را در قلب انسان ایجاد میکند. یک گناهی را که یک انسان انجام میده یک لکه سیاه در قلب پیدا میشد، گناه دوم لکه دوم، گناه سوم لکه سوم، تا اینکه در اثر سالهای متمادی گناهان وقتی گناه ها زیاد میشد تاریکی و سیاهی قلبم زیاد میشد. زمانی که سیاهی قلب و تاریکی قلب و تاریک بودن و کدر بودن قلب زیاد شد سخن حق دیگه در قلب انسان تاثیر نمیندازد. بعد انسان به مصداق این آیه نمیشه که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. این گناه ها هست که قلب های ما را سیاه کرده، این فرمانبرداری و اطاعت از شیطان است که قلب های ما را سیاه کرده، این گناه و معصیت است که قلب های ما را تیره و سیاه کرده، این دوری از شریعت الله است که قلب های ما را سیاه کرده. این قلب نیازی به پاک کردن دارد و توبه میتواند این قلب را دوباره به حالت اولیش برگرداند. زمانی که الله سبحانه و تعالی ما را خلق کرد و این قلب در وجود ما جا داد، این قلب پاک و سفید و روشن و شفاف الله سبحانه و تعالی در قلب ما در وجود ما جاسازی کرد. اما در اثر گناهان ما و در اثر نافرمانی ما و در اثر معصیت ما که 24 ساعتی از یک شبانه روزی ما اکثری در گناه سپری میشد، این سبب میشد که قلبهای ما سیاه شود. گاهی اوقات انسانهایی را متوجه نمیشن، بعضی اوقات حتی علما هم در فتنه ها قرار میگیرن. هدف اصلی زندگی اینمی است که انسان رب خودش و خالق خودش بشناسد. وقتی الله را شناخت دقیق و درستی از الله، نه اون شناخت سرسرکایی که اون شناخت سرسرکایی را خود اگر از بوش و ترامپ هم پرسان بکنی که الله را میشناسی میگه بله الله وجود دارد. اون شناختی که بر انسان مسلمان مسیر جهت بدهد، اون شناختی که انسان در مسیر خودش قرار بدهد،
او شناختی که انسان دقیقه ها و ثانیه های عمرشه به قسم سپری بکند که در روز قیامت زمانی که در پیشگاه الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد و ایر الله سبحانه و تعالی در بهشت داخل میکند، یعنی اون بهشتی که بعد از ایمان به واسطه اعمال من و شما کسب میشد. اگر انسان الله را درست شناخت درستی از الله سبحانه و تعالی، این سبب تقویت ایمان میشد، ایمانهای ما قوی میشد. پر کردن اوقات یک شبانه روز من و شما برای تقویت ایمان ما نقش مستقیم دارد. برادر مسلمان، یک شبانه روز از 24 ساعت عمر تو، صبح که از خواب بیدار میشی تا شب که دوباره میخوابی، چی گونه سپری میشد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گاهی اوقات شاگردانش امتحان میکرد. بعد از نماز رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از صحابه پرسان میکند، میگه امروز کی روزه گرفتد؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دستش بلند میشد، میگه یا رسول الله من روزه بودم امروز. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکند کی امروز مسکین را نان دادد؟ ابوبکر دست خود بلند میکند، میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من به مسکین به فقیر نان دادم. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکند امروز کی در جنازه برادر مسلمان شرکت کردد؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دستش بلند است که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من در جنازه برادر مسلمان خود شرکت کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکنه که امروز به عیادت مریض رفتد؟ سیدنا ابوبکر صدیق دستش بلند است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من به عیادت مریض رفتم. پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میکند که کی امروز مشکل از مشکلات مسلمان ها را حل کرده؟ دست ابوبکر بلند است. هر سوالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسان میکند، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دستش بلند است که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار ما کردیم. فاستبقوا الخیرات، قرآن میگه در کارهای خیر سبقت بکنین. امروز سبقت و مسابقه ما در دنیاست. فلانی 2 منزل خانه جور کردن، ما باید 3 منزلش کنم. فلانی 1 دانه موتر خریدد، ما باید 2 تا موتر بخرم. فلانی رقم موتر خریده، ما باید بالاترش بخرم. سبقت و مسابقه امروزی ما در امورات دنیاست، اما بیاین را برعکس در امورات آخرت بکنیم. بعد اوقات از معاصرین خود ما پرسان میکنیم در صنف. بعد اوقات یادم میباشه در صنف که داخل میشم پرسان میکنم، میگم چند نفر امروز نماز صبح به جماعت خواندند؟ در صنفی که 70 نفر 80 نفر وجود دارد 2 نفر دست بلند میکند. بعد از معاصرین سوال میکنه، میگه استاد تو نگو چند نفر نماز به جماعت خوانده، میگه تو سوال بکن چند نفر نماز خواندند؟ مگر تو مسلمان نیستی؟ مگر تو به الله باور نداری؟ مگر تو از ایستاد شدن در پیشگاه الله غافل هستی که یوم یقوم الناس لرب العالمین؟ روزی که در پیشگاه الله سبحانه و تعالی ایستاد شویم اونجا چه جواب بدیم؟ ما من حیث یک مسلمان باید خیلی متوجه ثانیه ها و دقیقه های عمر خود باشیم. اگر من حیث یک مسلمان، من حیث یک خیرخواه برای شما این را سوال بکنم امروز در همین جا در همین خطبه سوال بکنم چند نفر نماز صبحش به جماعت خواندند؟ آیا چند تا دست بالا میرد؟ چند نفر بعد از نماز صبح اذکاری بعد از فرائض را خواندند؟ چند نفر دستاش بلند میشد؟ چند نفر اذکار صبح و شام خواندند؟ چند نفر دستاش بلند میشد؟ کیا سوره کهف را تلاوت کردن؟ چند نفر دستا بلند میرد؟ کیا امروز وقتی که آمدن صدقه به خاطر الله دادن؟ چند نفر دستا بلند میشد؟ کی به عیادت مریض رفتد؟ چند نفر دستاشون بلند میشد؟ کی به خاطر حل مشکل برادر مسلمانش حرکت کرد؟ چند نفر دستا بلند میشد؟ مگر من و شما مثل ابوبکر نیستیم؟ مگر ما امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیستیم؟ چطور پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مورد خیر سوال میکند در کل خیرها دست ابوبکر بلند است؟ چند نفر زمانی که در شار رسید دعایی که در شار داخل میشه را خواند؟ چند نفر زمانی که در موتر سوار شد دعایی که در موتر سوار شدن است او دعا را خوانده باشد؟ یعنی چند نفر من حیث یک مسلمان زمانی که از صبح بیدار شد و تا زمانی که شب میخوابد زندگیش مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگذرد؟ از اوقات خود باید استفاده درست بکنیم. از ثانیه ها و دقیقه های عمر خود باید درست استفاده بکنیم. لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40.
در میدان محشر وقتی که انسان قرار میگیره، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که تو قدم برداشته نمیتونی تا که از 4 چیز از تو سوال میشد. عن عمره فیما افنا، عمر در چه راه سپری شد. هر مسلمان باید دیت توجه وکړي چې من حید یو مسلمان زه مسلمان یم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی یم. ابو بکر صدیق هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی وو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم امتی یم. من حید یو مسلمان ځان د ابو بکر سره مقایسه وکړه، آیا ته ابو بکر غوندې یې که نه؟ آیا دغه مفکوره دغه فکر تاسو را پیدا کیږي من حید یو مسلمان چې ورځ د الله ته درېږم او الله سبحانه وتعالی له ما نه پوښتنه کوي چې یوم یقوم الناس لرب العالمین، کله چې انسان محشر ته د محشر په ورځ د محشر په میدان کې درېږي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا شما پایتان برداشته نمیتونین، قدم برداشته نمیتونین تا که از 4 چیز از تو پرسان میشد. آیا در خبرت متوجه کنی؟ او 4 چیز چی هست؟ عن عمره فیما افنا، عمرت در چه راه سپری شد؟ از ثانیه های عمرت و دقیقه های عمرت الله سبحانه و تعالی پرسان میکند. آیا می عمر من و شما که به این مرحله رسیده، در این سن که امروز من و شما رسیدیم، این چه رقم تیر شد باقی مانده شد ببینیم تو تیر میشد. هر انسان مسلمان باید را درک بکند. پست و مقام و دنیا و پول و چوکی و موتر و خاله و زن اولاد ماندگار نیست. از خودت سوال بکن من حیث یک مسلمان. بعد اوقات در 24 ساعت زندگیت 1 ساعت را اختصاص به این بده، فکر بکن سر زندگی خودت، به آینده تان بیندیشین. یک تعداد مردم آینده را هنوز نفهمیدد. یک تعداد مردم زمانی که متاثر از فکر غربی ها و شرقی ها میشن میگن آمریکایی ها به حدی پیشرفته هستند که برای 100 سال آینده خود برنامه دارن. این متوجه باش، آینده اونا تباست. آینده من و تو مسلمان از قبر شروع میشد. این آینده نیست که مردم متوجه میشه که بعد از مرگ، بعد از اینکه حالا سن ما به 70 سالگی و 80 سالگی رسید، ما هم امرار معاش زندگی خود چطور بکنیم. او خالقی که در زمان 20 سالگی تو را روزی داده، در 40 سالگی تو را به طریقه اولا روزی میداد، در 60 سالگی تو را به طریقه اولا روزی میداد. غم روزی را نخورین. آینده من و تو مسلمان از قبر شروع میشد. این آینده میگه. اکثریت مردم متاسفانه معنای آینده را نفهمیدن. آینده چی است؟ از کسی پرسان بکنید در پانتون میره، چرا پانتون؟ ولی آینده چطور میشه؟ چی کار میکنی؟ ولی برای آینده خود در یک جای سرمایه گذاری کرده. اون مسلمان آینده چی رو میگه؟ آینده من و توی مسلمان از قبر شروع میشد. زمانی که من و تو مسلمان، من و تو من حیث یک انسان فوت کردیم و من و شما را دوستا و اقارب و خانواده و ما را بودن در قبر ماندن، الله سبحانه و تعالی ملک را روان میکنه، پرسان میکنه من ربک پروردگارت کیست؟ اینجا آینده دیگه نمدال شروع شد. یعنی میره آینده میگه. یک لحظه من حیث یک مسلمان سر این موضوع فکر بکو. بچه هایی که نو سر گپ میایم ما و شما را میگیم بچین بنده کی هستی؟ میگه بنده الله. ده چه بنده؟ ده الله بنده. سلات الله پیژنی؟ الله سوک دی؟ الله چرت دی؟ الله رات معرفی کرد. وقتی یک انسان مسلمان الله را درست نشناسد، شما چه توقعی دارن که آخرت دی و قبر دی چگونه سپری میشد؟ اون شناخت دقیق و درستی الله سبحانه و تعالی که گفتم این آیه را گاهی وقتا سرش فکر بکن من حیث یک مسلمان. حسن بصری صاحب چقدر جواب زیبا میداد. این آیه ای رو میگه که اگر یک از نشانه های مؤمنی است که نام الله بیان میشد، در دلش لرزه پیدا میشد. ما خود تغییر نمیکنیم. یکی تغییر نمیکنیم علتش این است که قلبهای ما را گناه سیاه کرده. ما نیاز به استغفار زیاد داریم. علمای سلف میگن، سر این نکته توجه بکنین. علمای سلف میگه کسایی که در عصر صحابه و تابعین بودن، اکثریتشان گناهانشان شماروار بود. گناهاشان شماروار بود. هر کدامشان میفهمیدن که من چند تا گناه کردم. فکر میکردم مثلا 50 تا، 100 تا، 80 تا، 70 تا.
و علمای سلف میگه که ما که 40 تا گناه کردیم یا 50 تا گناه کردیم، برای هر گناه خود بیشتر از 10,000 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه گفتیم. دیگه میفهمین یعنی چی؟ از ما ثوابهای ما به شمار است، گناههای ما لا یتناهی است. اونا گناههای خودشان حساب میکردن که اینقدر گناهی را ما مرتکب شدیم و برای هر گناهشان بیشتر از 10,000 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه با قلبشان میگد. اما امروز گناههای ما زیاد است، از بس که زیاد شده حساب گرفتن نمیتونیم، ولی هنوز فرصت برای برگشتن و هنوز فرصت برای سفید کردن و پاک کردن قلب و هنوز فرصت برای بازگشتن صادقانه به الله و هنوز فرصت برای پیدا کردن جایگاه اصلی عبد بودن. الله سبحانه و تعالی فرصت از من و تو نگرفتد. شاید 5 دقیقه پیش یک کسی فوت کرده باشد، تمام فرصت هایی که الله سبحانه و تعالی برش داده بود که برای نجات خودش استفاده بکنه ازش گرفته شده. هیچ فرصتی نداره برای که او را دیگر جبران بکنه، گذشته ها را جبران بکند و برای خلاصی خودش از عذاب الهی کاری بکند. تمام راه ها و تمام فرصت هایی را که الله سبحانه و تعالی برش داده بود ازش گرفت. آیا ما متوجه خود هستیم یا نیستیم؟ دیگه با خیلی متوجه باشین که در عصر امروزی، در عصر ما، فتنه ها از قطرات باران هم که زیاد است. همیشه انسان در هر حالت به الله پناه ببرد. شیطان در کمین است، نفس در کمین است، دوستان بد در کمین است، انسانهای شیطان صفت در کمین است. منتظری است که چگونه من و تو را فریب میداد و در دام شیطان سقوط بکنیم. خیلی خطرناک میشد. یک لحظه من حیث یک مسلمان سری موضوع فکر بکنی. این کسایی که از دنیا رفتن، این کسایی که فوت کردن، اگر الله سبحانه و تعالی از اینا راضی بوده باشه و اینا با ایمان از دنیا رفته باشه، خوشا به حالشان، خوشا به حال کسانی که فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. اما آیا مسلمان تو متوجه خود هستی یا نیستی؟ من متوجه خود هستم یا نیستم؟ اگر با ایمان از دنیا رفتیم خوفا بها و النعمه، ولی الله نکند اگر بی ایمان از دنیا رفتیم، میفهمی چی حالت سر ما میه؟ چی بدبختی با شروع میشد؟ یکی امروز در دنیا ما در مصیبت های متعدد گرفتار میشیم، میخو مصیبت نیست. اگر یک انسان در سختترین حالت زندگی بکند، دست و پایش قطع شود، در سختترین در بیماری قرار بگیرد، در سختترین و در بدترین وضعیت اقتصادی قرار بگیرد، این بدبختی نیست. بدبختی از اینجا شروع میشه که انسان بی ایمان از دنیا برد. بدبختی انسان از اون زمان شروع میشه که ربش و خالقش از آدم ناراض باشد. آیا تو گاهی وقتی سوال در ذهن تو آمده یا نماده که رب ما و خالق ما و الله ما و اله ما و معبود ما و خالق ما و مالک و متصرف ما از ما راضی هست یا نیست؟ آیا من حیث یک مسلمانی گپ در ذهنت میاد یا نمیاد؟ آیا مسئولیت شرعی خود متوجه هستیم یا نیستیم؟ آیا ای که نفس و شیطان هر لحظه در کمین برای فریب من و شما هست، آیا متوجه از این هستیم یا نیستیم؟ آیا این گپ گاهی اوقات ذهن تو را مشغول میکنه یا نمیکنه من حیث یک مسلمان که اگر الله نکنه بی ایمان از دنیا بری چی سرنوشت بدی در انتظارت است؟ پس برای حفظ ایمان خود باید خیلی کوشش بکنیم. گاهی اوقات یک مصیبت سر کسی میاد، این مصیبت دو حالت دارد. بعضی اوقات یک مصیبت در درون خودش رحمت بزرگتر را دارد. بعضی اوقات یک مصیبتی که سر کسی میاد، این مصیبت در درون خودش رحمت خیر وسیعی را دارد و اویی است. مصیبتی که سر انسان آمد، انسان میگه انا لله و انا الیه راجعون، یا جانب الله هست
و من بنده الله هستم. در برابر اون مصیبتی که از جانب الله برش آمده صبر میکنه و تسلیم است. این مصیبت نیست برای انسان، این مصیبت به همراه خودش رحمتی را داره که او رضایت الله است. این انسان صبر کرد، به تقدیر الهی تسلیم شد. الله سبحانه و تعالی از انسان راضی گشت و این مصیبت نبود بلکه رحمتی بود که الله سبحانه و تعالی با واسطه این مصیبت بنده را به خودش نزدیک کرد و به الله نزدیک شد. اما گاهی اوقات مصیبت خرد می باشه، او مصیبت خرد در درون خودش یک مصیبت بزرگتر دیگری دارد و اویی است وقتی یک مصیبتی بر انسان آمد و انسان جزع و فزع کرد، شکوه و شکایت کرد، العیاذ بالله سر الله انتقاد کرد، این مصیبت خرد بوده. در درون از یک مصیبت بزرگتر دیگه هست که اون نارضایتی الله هست. چه بدبخت است انسانی که الله از پیش ناراض شود. اگر انسان در این مورد فکر بکنه، شاید شما هم دیده باشین، دیروز میرفتم در راه جایی ایره دیدم که چندین دانه موتر به خاطر گرفتن اکسیژن در شرکت های اکسیژن میفروشن رفته بودن در صف ایستاده بودن که اکسیژن بگیرن. آیا مسلمان تو متوجه هستی تو این سنی که رسیدی چقدر اکسیژن مصرف کرده ای؟ والله قسم بالله است که اگر الله قط ما حساب بکنه عبادات را که ما انجام میدیم، اگر شبانه روز در عبادت و بندگی الله باشیم، شب در قیام و صبح در روز را در صیام و در روزه تیر بکنیم، قسم بالله است که شکر یک نعمت الله سبحانه و تعالی که اکسیژن است فقط، خلاص شکر این نعمت ادا نمیشد. چندین موتر در صف ایستادت برای گرفتن اکسیژن. اگر الله قط ما حساب بکنه بیاین از اکسیژن الله حساب بدین. چند نفر جرأتی را داره که بگه یا الله ما آماده هستم برای که اکسیژن تو را که ما تنفس کردیم در برابرش این عبادات انجام دادیم. قسم بالله است که کسی که جرأت کرده نمیتواند. این دیگه اعضای بدن و ما بکم من نعمت فمن الله. چقدر نعمت در زندگی ما زیاد است. وجود ما و خانواده ما و اطراف ما و زندگی ما مملو و مالامال از نعمت الهی است. در وجود ما شکر نعمت کم است. شکر این نعمت های بزرگی که الله سبحانه و تعالی به من و شما نصیب کرده، این نعمت ها از من و شما شکر می طلبد. در غزوه تبوک زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلان میکنه که مالتان در راه الله انفاق بکنین، حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه یک سوم حصه لشکر را مجهز میکند با مالی که الله بر اجازه بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که عثمان بعد دیگه تاوان نمیکند، عثمان به خیر است. ولی ما باورم است، باوری من است که من شخصا خودم من حیث یک مسلمان با وجود مشکلات اقتصادی که دارم از عثمان بن عفان که شاید من سرمایه‌دار باشم. در عصر امروزی با مشکلات اقتصادی که دارم باوری من است که من از حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه که من سرمایه‌دار هستم. ولی وقتی که مسئله دین مطرح میشه که بیارین مالتو در راه الله انفاق بکنین، بعد میگه ما قرضدار هستیم، من خود به این فریب میدم که حالا تو قرضدار هستی، در حالی که فریب است، ما خود فریب میدیم. باوری من این است که از عثمان ابن عفان رضی الله عنه که من پولدار هستم. فعلا چیکار کردیم؟ چرا محبت های پول در قلب ما جای گرفت؟ این چه قسم محبت با الله هست که در انسان اطاعت پیدا نمی کند؟ این چه قسم محبت با الله هست که انسان در برابر ربش تسلیم نمی کند؟ این چه قسم محبت با الله هست؟ این چه قسم ایمان است که پیشوی گناه را نمی گیرد؟ پس انسان سر از این موضوع فکر بکند، مسئولیت خود متوجه شود که ما من حیث یک مسلمان در شرایط امروزی که من و شما قرار داریم ادعای محبت با الله را میکنیم،
ادعای ایمان راستین به الله را میکنیم. چه قسم ایمان است که پیش گناه را نمیگیرد؟ چقدر مردمایی به خاطر زندگی دو روزه دنیاشان از خیلی مسائلشان تیر شدن، ولی انسان کافی است یک بار همی عمر دنیوی خود با آخرت مقایسه بکند. یک لحظه عمر دنیوی خود اگر در بهترین نعمتهای دنیوی باشد، در بهترین پست و مقام باشد، در بهترین بلدینگ زندگی بکند، بهترین موتر را داشته باشد، ملک الموت وقتی که به سراغش آمد و این انسان قبض روح شد و از دنیا رفت، وقتی که در قبر مانده میشد، اولین فشار قبر وقتی که می آید، تمام ناز و نعمت ها و آرامش و سکون دنیا را فراموش میکند. باورش هم این نمی آید که ما عمر کلش در ناز و در نعمت و در آرامش تیر شدد. این بدبخت انسان بودد. ولی انسان خوشبخت همون انسانی است که اگر هر قدر عمرش در مشکلات و در مصیبت ها تیر شود، در فقر و گرسنگی تیر شود، من حیث یک مسلمان وقتی که ایمانش راستین و رابطش با الله رابطه صادقانه است، وقتی که از دنیا میره، زمانی که در قبرش میمانند، اصلا باورش هم نمیشه که ما در دنیا مصیبت را دیده ایم یا ندیده ایم. گفتم خوشبختی و مصیبت انسان از قبر به بعد شروع میشد. حال خب کل ما یک رقم زندگی داریم، وضعیت ما کل ما یک رقم است. پس خوشبختی و بدبختی ما، خوب بودن و بد بودن ما از چه زمانی شروع میشد؟ از این جریه است که حالا در تصور شما بیاید قسم بالله کسایی که در اینجا قرار میگه در جای کلمه قرار گرفتیم، مسئولیت ما خیلی سنگین است. گپایی که از زبان ما خارج شده، اشتباهات و لغزش هایی که از زبان ما خارج شده، الله عفو بکند. وضعیت کسایی که در اینجا قرار میگیره به مراتب خرابتر از کسایی است که در پیش ما مخاطبین ما هستند. چرا ما حالات خود درک میکنیم؟ والله اگر لطف الله نباشد، اگر احسان الله در حق ما نباشد، وضعیت ما خرابتر از شماست. اما ما او زمان خوب میشیم که از دنیا میریم با ایمان، از دنیا بریم بازو، وقت ما بهترین هستیم. هر کسی که با ایمان از دنیا رفت بهترین ما است. ولی که ما چطور از دنیا خوب میریم؟ به خاطر حفظ ایمان یک چیزی در کار است، او سخت نیست. یکی از چیزایی که ایمان انسان حفظ میکند اخلاص است. پس تو من حیث یک مسلمان، اخلاص تو و رابطه تو و محبت تو با خالق تو چگونه است؟ الله سبحانه و تعالی در حق تو خیانت نمی کند. هر قدر انسان با جذابیت سخنرانی بکند، هر قدر تیپ و قیافه خود به شریعت برابر بکند، هر قدر ظاهر خود آراسته بکند، والله که به دردش نمیخوره مگر اون چیزی که در قلبش است. رسیدن به دنیا به پای است و به مال. رسیدن به دنیا با پای خود انسان حرکت میکنه و با مال خود به دنیا میرساند، ولی رسیدن پیش الله به قلب است و به عمل. قلبهاتون چگونه قلبهایی هست؟ در قلبهای شما محبت چی جای دارد؟ رابطه شما با الله چگونه رابطه است؟ محبتتان با الله چگونه محبت است؟ اعمالتان در دنیا به خاطر کی هست؟ آیا این را باور دارین یا ندارین که یک روز پیش الله استاد میشیم؟ اگر رئیس جمهور هم از یک روز پیش الله استاد میشد، اگر گداییگر هم از یک روز پیش الله استاد میشد، اگر مدیر مکتب هم از یک روز پیش الله استاد میشد، اگر زن است و مرد است، اگر دختر است و یا پسر است، یک روز پیش الله استاد میشد، در اونجا باید الله از پیشت سوال میکند. وقت الله پرسان کنه باز تو نمیتونی گفته که والا من به خاطر قوم خود، به خاطر پدر خود، به خاطر رواج منطقه خود، به خاطر فلانی خان و فلانی خانی کار کردم. ان بطش ربک لشدید، گرفت الله سخت است. هنوز فرصت برای بازگشتن و هنوز فرصت برای جبران گذشته و هنوز فرصت برای که در خود اخلاص پیدا بکنیم هست. شاید ما انسان ها بتونیم که اوقات یک دیگر را فریب بدیم. حسن بصری رحمه الله می فرماید
میگه لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی. ایمان میگه به ادعا نیست که یک نفر ادعا بکنه از مکه دیگه مسلمان بهتر کسی نیست، و به ظاهر آرایی هم میگه نیست. ولكن الایمان ما وقر فی القلب و صدقه العمل. ایمان واقعی تو نمو ایمانی است که در قلب تو جای داره و عمل تو رو نشان میداد. یه متوجه باشین، عمل کردی من و شما ایمان ما رو نشان میداد. طرز لباس پوشیدنت، طرز جور کردن مویات، طرز لباس پوشیدنت، طرز برخوردت با دیگرها، داشته های درونی موبایلت ایمان تو رو نشان میداد. برخورد تو با دیگرها ایمان تو رو نشان میداد. ظاهر تو ایمان تو رو نشان میداد. برخورد تو با زن و اولادت ایمان تو رو نشان میداد. برخورد تو با همسایه ایمان تو رو نشان میداد. سوار شدن تو در موتر ایمان تو رو نشان میداد. دریوری تو ایمان تو رو نشان میداد. پست و مقام تو ایمان تو رو نشان میداد. رفتن تو در شهر و بازار ایمان تو رو نشان میداد. زندگی تو در مسجد ایمان تو رو نشان میداد. اقتصاد تو ایمان تو رو نشان میداد. سیاست تو ایمان تو رو نشان میداد. تمام عملکردهای ظاهری تو ایمان تو رو نشان میداد. و اینطور نیست که ما پیش کسی استاد شویم باز بگیم که معامله ما در روز قیامت شاید در دست یزی باشد، فرمان جنت و دوزخ ای صادر بکنه. نه، فرمان جنت و دوزخ فقط به دست بلا کیف الله هست، به دست الله هست. فرمان جنت و دوزخ من و شما فقط در اختیار الله هست بس. اما این را از خود سوال بکن من حیث یک مسلمان که آیا الله از ما راضی هست یا نیست. با مو اندازه‌ای که به فکر رضایت رئیس خود هستیم، با مو اندازه‌ای که به فکر رضایت کلان منطقه خود هستیم، با مو اندازه‌ای که به فکر ریاست و به فکر رضایت کسای دیگه که ما زیر دستشان کار میکنیم هستیم، والله اگر ما به فکر رضایت الله می بودیم کل ما اولیاء الله می شدیم. که انسانی نمی غم در دلش پیدا شود من حیث یک مسلمان که من چه کار بکنم که الله را راضی بکنم. شاید در رضایت رئیست خیری برای تو نباشد، به خاطر پول شاید کار بکنی. در رضایت پدر و مادر تو اگر برخلاف شریعت اسلام اونا کدام دستوری نمیدن و تو نارضایتی میکنی، ازشان مخالفت میکنی، این را متوجه باشین که خیری برای تو در این نیست که هر انسان بدون قید و شرط تو اطاعت بکنی. نه، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. ما احد من الناس اطاعت نمی کنیم وقتی نافرمانی الله باشد. اگر انسان اینمی غم در دلش پیدا شو که من چه کار بکنم که الله را راضی بکنم، این انسان هم دنیای خوبی داشته می باشد هم آخرت خوبی داشته می باشد. چرا دنیای خوبی داره؟ چون هر قدر مصیبت و مشکلات هایی که سرش بیاید این آدم قلبا مطمئن است، میگه این از جانب الله است، به این راضی است ولو که سخت‌ترین فشار سرش باشد. آخرت سم به این خاطر خوب است، از کسی که الله راضی شد مسیر جنت است. اما والله کسایی که الله از پیشش ناراض شدن و کسایی که به فکر رضایت مردم افتادن که مردم از ما راضی شود امکان ندارد. ما نمیتونیم کل مردم را از خود راضی بکنیم، امکان ندارد. کل مردم از ما راضی نمیشد، ولی بیاییم به فکر رضایت یک کسی باشیم که الله هست. وقتی که الله را راضی کردیم دنیای خوبی هم داریم، آخرت خوبی هم داریم. الله سبحانه و تعالی به همه من و شما توفیق عمل نصیب بکند. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف.